سلام، من حسین اسیرت هستم. در راستای درست کردن شدپارت های زندگیم دوست داشتم یه داشبورد داشته باشم، چون از اول بچگیم همیشه دلم خواست توی اتاق فرمان ناسا باشم. حالا که فعلا قسمت نشده بریم اونجا، ولی اولی کاری میخوام با نوشن یه داشبورد درست کنم تا چیزایی که برای بهتر کردن کیفیت زندگیم نیاز دارم جلوی چشمم باشه. حالا اینکه نوشن چیه، باید بگم که یه دفترچه یادداشت خیلی جذابه، اما ویدیوهای زیادی ازش تو یوتیوب هست. یوتیوبرای خفن ایرانی هم هستن که دمشون گرم، کلی آموزش گذاشتن. من استفاده کردم، شما هم استفاده کنین، ضرری نداره. بعد از لاگین کردن وارد چنین صفحه‌ای میشیم. من از همینجا بالا 3 نقطه رو میزنم، میام فول وید رو میزنم که کل صفحه رو داشته باشیم. یک اسمی من تخصیص میدم به اسم لایف داشبورد، یا آیکون و همچنین یه دونه کاور. اینجا خودش یه دونه دیفالت میندازه. من چنج کاور رو میزنم و قسمت آن سپلش لایبرری رو سرچ میکنم. شما هر چیزی که دوست داشتین میتونید بگذارید، میتونید آپلود هم بکنید یا از گالری خود نوشن استفاده کنید. من روی ریپوزیشنش کلیک میکنم، یه مقداری تنظیم میکنم و سیو رو میزنم. پایین از طریق اسلش یه دونه دیوایدر میزنم. حالا من میام یه چک لیست روزانه و هفتگی برای خودم ایجاد میکنم. اسلش هیدینگ 3 رو انتخاب میکنم، میزنم today plan، رنگش رو تغییر میدم. میام پایین تر مجددا اسلش از یه چک لیست استفاده میکنم، تو دو لیست رو میزنم، سامپل 01، سامپل 02، سامپل 03. حالا هر ستای اینها رو داخل یک کانتینر جداگونه به اسم کال اوت میندازم که از بقیه قسمت ها مجزا باشه. همین کار رو برای هفته هم انجام میدم که به این شکل در میاد. من تصمیم دارم از ویژت ساعت و تقویم توی صفحه‌ام استفاده کنم. برای همین وارد سایت widgetbox.app میشم، لاگین میکنم و وارد یک همچین صفحه‌ای میشم. اینجا یک سری آیتما داره که میتونم استفاده کنم. من میام روی حالت رترو کلاک کرییت رو میزنم و وارد یک همچین صفحه‌ای میشم. یک سری تنظیمات داره. بعد از اینکه این تنظیمات مطابق با اون چیزی که من میخوام انجام شد، لینک رو کپی میکنم و وارد صفحه نوشن میشم. اینجا میام اسلش میزنم، امبد رو تایپ میکنم، لینکی که ازم میخواد رو پیست میکنم و لینک امبد شده رو به من نمایش میده. حالا من اینو میتونم بیام سایزش رو تغییر بدم. اینکه کجای صفحه باشه رو دست خودمه. من میتونم اینجا بیام بگم که این الاینش به سمت راست باشه، میتونم بیارم بالا، میتونم اینجا قرارش بدم، تغییرش میدم. این یکی هم به این قسمت، از اینجا یک مقداری بیشتر میکنم. حالا همین کار رو برای تقویم هم انجام میدم که میام داخل خود سایت قسمت سیمپل کلندر کرییت رو میزنم و میام مطابق اون چیزی که مد نظرمه یه سری تغییرات درش ایجاد میکنم و مجددا برمیگردم داخل خود نوشن. اسلش رو میزنم، مجددا امبد، اینجا اون لینکی که میخواد رو پیست میکنم و اون تقویم رو به من نمایش میده. این رو هم باز به همین شکل میارم دقیقاً زیر ساعت و اینجا قرارش میدم. مجددا این رو هم میتونم بیارم اینجا و این هم به سمت راست تغییرش بدم و اینجا رو تنظیم کنم. حالا من تصمیم دارم یه منو داشته باشم برای بخشای مختلف این داشبورد. چی کار میکنیم؟ اسلش هیدینگ 3 رو انتخاب میکنیم، میزنیم منو، اینتر، مجددا یه دونه دیوایدر و حالا اینجا اون آیتما رو ایجاد میکنیم از طریق اسلش پیج. وارد اون پیج میشیم، مثلا اسمش رو میزنیم پرسونال ورکس، یه دونه آیکون بهش تخصیص میدم مثل این. برمیگردم توی صفحه اولیه، میبینم برای من ایجاد شده. ما بقیه صفحات هم یا به این شکل میتونیم بیایم بگیم اسلش پیج، یا اینکه برای سریعتر شدن روی این دکمه کلیک کنیم و داپلیکیت بزنیم و این رو رینیم کنیم که در نهایت
به این شکل میشه که حالا این قسمت رو ما میتونیم بیایم کلش رو از اینجا در واقع سلکت کنیم و این قسمت رو بگیریم بیاریم بذاریم سمت چپ، یعنی یک همچین چیزی میشه. این قسمت رو میتونیم بهترش کنیم. این قسمت هم باز به همین شکل. خب ما تا اینجا رو ساختیم، بریم برای قسمت بعدی. در این قسمت من نیاز دارم یه دونه ویجت آب و هوا هم داشته باشم که دقیقاً زیر منو قرار بدم. میام وارد سایت notionism.org میشم، لاگین میکنم. بعد از اینکه لاگین کردم وارد یک همچین صفحه‌ای میشم. مثلا اینجا یه سری هیستوری داره. من از قسمت ویجت لایبرری این قسمت میام یه دونه آب و هوا رو انتخاب میکنم. آیتمای دیگه هم داره که میتونید استفاده کنید. و بعد از اینکه انتخاب کردم وارد یه همچین صفحه‌ای میشم. حالا این صفحه رو من میتونم خودم بیام دیزاین کنم، تغییراتش رو، و بعد از اینکه اینجا تغییرات رو ایجاد کردم لینکش رو بردارم و مجددا بیام وارد صفحه نوشن بشم. اینجا /embed رو مجددا میزنم، لینکی که از اونور گرفتم رو اینجا پیست میکنم و اینتر رو میزنم که برای ما لود میشه و اینجا قابل نمایشه که میتونیم خودمون یه مقداری تنظیمش کنیم و میتونیم بذاریمش همین این سمت. یک مقداری تغییراتش رو میتونیم بهتر کنیم، ولی اینم به این شکل اینجا قرار میدیم. برای قسمت بعدی میخوام یه جمله‌ای که برام جالبه رو دقیقاً زیر تقویم توی صفحه اول نوشن برای خودم داشته باشم. برای همین من میام میزنم /quote. اینجا اون جمله رو پیست میکنم که میتونم اینطوری تغییرش بدم. همینطورم برای پایین وضعیت آب و هوا میخوام یه دونه ریمایندر روزانه برای خودم داشته باشم. برای همین میزنم هیدینگ 1 دیلی ریمایندر و اینم باز یه دونه رنگ پس زمینش رو انتخاب میکنم و پایینش مینویسم don't eat sugar و don't eat junk food. خب میرسیم به بخش موزیک. یعنی من دلم میخواد پلیلیستایی که روی پلتفرم‌های مختلف گوش دادم و مورد علاقم هستش رو بیارم روی صفحه اول داشبوردم. برای این کار ما وارد صفحه اول سانکلود میشیم و یه موزیکی انتخاب میکنیم. شیر رو میزنیم و این لینک رو کپی میکنیم. وارد صفحه اول نوشن میشیم. مثلا اینجا من میام اینو قرار میدم /embed رو میزنم و پیست میکنم. میبینم که اینجا به من داره اون موزیک رو نمایش میده و من میتونم بیام تغییرش بدم. مثلا اینطوریش کنم جالبتره، میشه بعدش اسپاتیفای یا اپل میوزیک هم پلیلیستاش و یا تک موزیکش قرار بگیره. من میخوام بیام به وعده‌های غذاییم بپردازم. برای این کار من میزنم هیدینگ 2 و میزنم ناتریشنز یا today nutritions و رنگ بک‌گراندش رو تغییر میدم و میام از یک گالری استفاده میکنم. معمولا این گالری ها یا تیبل ها یا کلندر هایی که داخل نوشن هستش هر کدومشون یه دیتابیس دارن. ما برای شروع میزنیم /gallery view و اینجا به ما میگه شما باید یه دیتابیسی یا از قبل که اینجا ثبت کردین استفاده کنید و یا یه دونه دیتابیس جدید بسازید یا یه دونه گالری جدید بسازید. من میگم نیو گالری. خب اینجا برای من داره گالری ها رو نمایش میده. من میتونم بیام اینجا بزنم گالری و بعد روی 3 نقطه بزنم و هایدش کنم. حالا هر کدوم از اینا میتونه مربوط به یه آیتم باشه. این قسمت ادیت میزنم و میام اسمشو میذارم بریکفاست و همینطور آیکونشو تغییر میدم. اینجا میزنم بریکفاست، مثلا این رو انتخاب میکنم.
همینطور میام برای آیتم بعدی اسمش رو میذارم لانچ و آیکونش رو انتخاب میکنم، یه چیزی مثل پلیت، مثل این. همینطور برای آیتم بعدی میتونم بیام روش کلیک کنم و وارد اون صفحهش بشم و اینجا اسمش رو تغییر بدم، مثلا میزنم دینر و آیکونشم مثلا میتونم بذارم یه همچین چیزی. و این کارو من میام برای 3 آیتم بعدی هم در نظر میگیرم و انجام میدم، مثل اسنک، دتاکس و چیت دی. حالا میام برای هر کدومشون یه دونه کاور در نظر میگیرم، ولی قبلش روی این 3 نقطه میزنم لیاوت، قسمت کارت پریویو، پیج کاور رو میزنم. برای مثال برای بریکفست میام اینجا یه دونه اد کاور رو میزنم و چنج کاور و اینجا میزنم بریکفست و یه عکسی مثل این رو انتخاب میکنم. نیازی به ریپوزیشن هم نداره، برای باقی مواردم انجام میدم که به این صورت در میاد. حالا من از طریق یک کامندی به اسم کال اوت قصد دارم که این قسمت رو از قسمت های دیگه جدا کنم. کال اوت رو میزنم و این گالری ویو رو کلن میارم داخلش که به این شکل در میاد. سمت چپ صفحه میخوام یه عکس داشته باشم، برای همین اسلش رو میزنم ایمیج و اینجا عکسی که مد نظرم هستش رو آپلود میکنم. سمت راست صفحه هم پلیلیستی که من معمولا موقع مطالعه گوش میکنم و تصمیم دارم که بیارم داخل داشبورد. برای این کار وارد اون پلتفرم میشم، پلیلیست رو میبینم و میام اون لینک رو یا اون امبد کدش رو که معمولا پلتفرما دارن مثل اسپاتیفای یا اپل میوزیک رو برمیدارم و میام اینجا مثل قبل اسلش امبد کد رو میزنم و پیست میکنم و در اینجا برای من اون پلیلیست قرار میگیره که میام یک مقداری بهترش میکنم و به این شکل در میاد. حالا میخوایم بیایم برسیم به کتاب ها، فیلم ها و عکس هایی که اینجا میخوایم قرار بدیم، یعنی کتاب هایی که خوندیم، فیلم هایی که دیدیم و یا قراره ببینیم و همینطور عکس هایی که مورد علاقمون هست یا میخوایم اینجا داشته باشیمشون. من میتونم اینجا بیام بزنم /gallery view، ولی از اونجایی که میخوام بگم اینا قابلیت تبدیل شدن به هم رو دارن، من میام میگم /table view، چون اینجا بلاک ها و دیتابیس های متنوعی داره. میذارم تیبل ویو که اینجا یه حالت تیبل به من میده که هر کدوم از اینا قابلیت کاستومایز داره، ولی میتونم بیام روی این 3 نقطه بزنم و از طریق لیاوت تغییرش بدم به همون حالت گالری و اینجا مثل قسمت ناتریشن میایم یه سری تغییرات روشون اعمال میکنیم، اما قبل از اون مجددا روی این 3 نقطه میزنیم قسمت لیاوت و کارت پریویو رو به پیج کاور تغییر میدیم. حالا برای مثال اولی رو من کلیک میکنم، اسمشو میذارم بوکس و یه دونه آیکون بهش اساین میکنم مثل این، یه دونه کاور، از طریق آنسپلش میزنم بوکس و یه عکس رندومی مثل این رو انتخاب میکنم و این قسمت پراپرتی که میایم دیلیت میکنیم و پایین تر از کامنت ها میایم تیبل ویو رو میزنیم تا بتونیم لیست کتاب هایی که داریم رو ثبت کنیم که در واقع تایتل شما میتونیم هاید کنیم. اینجا در واقع اسامی کتاب ها هست، اینجا ما میتونیم این تگز رو دیلیت کنیم، یه دونه پراپرتی جدید مثل آوتر اضافه کنیم که در واقع نویسندش کی هستش و همچنین استاتوس، یه دونه تایپی به اسم استاتوس اضافه کنیم که وضعیت ها رو به ما بگه که در واقع not started یا in progress و یا done هستش. همین کار رو میتونیم برای قسمت مووی و فوتو هم انجام بدیم که به این شکل در اومده. حالا من داخل هر کدومشون یه سری آیتم اضافه کردم که برای قسمت موویز اگر بخوایم نگاه کنیم تیبل ویو به گالری ویو تغییر پیدا کرده که من اینجا میتونم بیام هم پوستر، هم اسم فیلم و هم سال انتشارش رو قید کنم. راستی فیلم خیلی خوب دیدم به اسم لیدی برد، باحال بود، کلی امیدوارم کرد. اگه دوست داشتین اونم ببینین.
اما البته توصیه میکنم نسخه اورجینالش رو برید بخرید. خب به نظرم بهتره یه تغییری توی ساختار این گالری بدیم و کلاً جاشو عوض بکنیم. میتونیم اینو از این قسمت برداریم بیاریم بالای این قسمت قرار بدیم. فکر میکنم اینطوری بهتر باشه. و همینطور هم این تقویم رو بیاریم دقیقاً پایین منو و میتونیم ساختار ساعتمون هم تغییر بدیم، مثلا به آنالوگ یا حالتهای دیگه. من به شکل دیگه ای تغییر میدم و میام از این سایت indify.co یه ویجت ساعت آنالوگی رو پیدا میکنم و میارمش داخل خود نوشن که به این شکل هستش. حالا این رو من میام جایگزین این ساعت میکنم و دقیقاً بالاش قرار میدم. قبلی هم دیلیت میکنم و به این شکل میشه. توی سکشن بعدی من تصمیم دارم که بیام عادتهای روزانه رو به صورت چکلیست و پشت سر هم ایجاد کنم. برای این کار من میام از هیدینگ 2 استفاده میکنم و میزنم today habits و اینو رنگ بک‌گراندش رو تغییر میدم و بعد از اون میام یک تیبل ویو ایجاد میکنم از طریق /table view و بعد میام اینجا روی این تیبل کلیک راست میکنم و رینیمش میکنم به today یعنی امروز و همینطور این قسمت هم میزنم habits ولی بعدش هاید میکنم و میام اینجا این تگ رو کلا میتونم دیلیتش بکنم. دونه دونه پراپرتی هایی که مد نظرم هستش رو اضافه میکنم. خب روی اوپن کلیک میکنیم، میایم یه اسمی در نظر میگیریم به اسم today habits و یه آیکونی هم اینجا انتخاب میکنیم. قسمت دیت میایم امروز رو انتخاب میکنیم. در قسمت پروگرس میایم در واقع کلیک راست میکنیم، ادیت پراپرتی رو میزنیم. قسمت فرمول یک همچین فرمولی رو در واقع ما در نظر میگیریم که بسته به تعداد آیتم هایی که داریم تقسیم بر تعدادشون میشه که من حتما در اختیارتون قرار میدم و این قسمت دان رو میزنیم و نوع نمایش رو چه به صورت رینگ، چه به صورت بار و چه به صورت نامبر انتخاب میکنیم. من بار رو انتخاب میکنم، رنگش هم مناسب هستش و این قسمت فرمتش رو از نامبر به پرسنت تغییر میدیم که با درصد بهمون اینجا نمایش بده. در قسمت تایپ ما میایم یه دوتا مورد مختلف مثلا در نظر میگیریم. اینجا من جیم، لایبرری یا کامپنی آوردم، میگم اینجا امروز روز جیم هستش. شما هر آیتم دیگه هم میتونید اینجا اضافه بکنید. مثلا اگر دانشگاه هستش میتونید اینجا این رو اضافه بکنید و هر موقع که چنین جدولی داشتین همون تگ مناسب اون روز رو انتخاب بکنید. حالا در اینجا اگر من هر کدوم از این آیتم ها رو انتخاب کنم، بسته به انتخاب این میزان درصد تغییر میکنه و بعدن که ما خواستیم روی چارت هم نشون بدیم، چارت تغییرات رو خیلی شفافتر میتونیم بررسی کنیم. اما بهتره که من این تودی رو به دیلی تغییر بدم و بیام کل این جدول رو از یک کال اوت استفاده کنم و بندازمش داخل این کانتینر و اسمش هم به habits تغییر بدم. بعدش میتونیم بیایم ما روی این فیلتر کلیک کنیم، دیت رو انتخاب بکنیم و بیایم این بالا ایز رو بزنیم و روز رو از این قسمت امروز انتخاب بکنیم. حالا کار هیجان انگیزش اینه که ما بعد از این میریم سراغ ساخت کلندر ویو یا همون تقویممون و بعد از اون هم سراغ چارت که تغییراتی که در طی روزها و ماه‌ها ما داریم رو از طریق اون چارت بتونیم مشاهده کنیم. میتونیم این قسمت یه دونه ویدیو یوتیوب هم داشته باشیم
که میتونیم لینکش رو از خود یوتیوب برداریم و بیایم اینجا و /embed همینجا پیست کنیم و میتونیم مشاهدهش کنیم. و یا اگر بخوایم یه پادکستی گوش بدیم میتونیم لینکش رو برداریم و بیایم این قسمت یا هر جایی که مد نظرتون بودش پیست کنیم و از همین طریق هم گوش بدیم. الان ما میایم اینجا این قسمت این لینک رو کپی میکنیم و پایین تر یه دیتابیس جدید ولی از نوع کلندر ویو ایجاد میکنیم. کلندر رو انتخاب میکنیم، اما الان میایم میبینیم که آیتما و پراپرتی ها رو به ما نمایش نمیده که ما برای این کار روی این 3 نقطه کلیک میکنیم. قسمت پراپرتیز مواردی که هاید هستش رو به حالت شو در میاریم به اون ترتیبی که مد نظرمون هستش که به این حالت در میادش که ما میتونیم بیایم اینجا ببینیم که بهمون داره نمایش میده. حالا هر کدومی که انجام بدیم اینجا درصد انجام میره بالاتر. ما همین کار رو میتونیم برای روزهای بعدی هم انجام بدیم به این صورت که برای روز بعدی ما میایم روی این مثبت میزنیم، اما یک تفاوتی داره. من دلم میخواد برای دفعات بعدی هم این دیلی هابیتی که اینجا به عنوان تایتل برای ما افتادم بیفته اینجا. حالا برای این کار ما باید چی کار کنیم؟ باید یه فلش بک بزنیم به در واقع اون جدول اولی که ساختیم. میایم اینجا رو کلیک میکنیم، یه دونه تمپلیت جدید میسازیم با همون اسم قبلی، یعنی دیلی هابیتس، و یا آیکون بهش اساین میکنیم و مجددا اینجا میایم اونی که ساختیم رو ست از دیفالت میکنیم. حالا اگر ما بریم پایین هر کدوم از روزها رو انتخاب بکنیم میبینیم که برای ما قابل مشاهده است. و در پارت آخر ما یه چارت یا یه هابیت ترکر میخوایم که کارهای روزانه‌مون رو بتونیم بهتر مانیتور کنیم. برای این کار ما وارد سایت chartbase.so میشیم و یه اکانت میسازیم. حالا ما شروع میکنیم به ساخت یه دونه چارت. کرییت چارت رو میزنیم، لاین چارت، و ممکن اصلا اون دیتابیس اون اینجا نباشه. ما فرض میکنیم اینجا نیست. میایم این گزینه رو میزنیم، شیر مای دیتابیس، و بعد اون داشبوردی که مد نظرمون هستش رو از اینجا انتخاب میکنیم و اجازه دسترسی میدیم بهش و برای ما مجددا که واردش بشیم قابل مشاهده میشه. ما روش کلیک میکنیم، میریم مرحله بعد. اینجا یه لیبلی داره. قسمت X رو ما دیت در نظر میگیریم، قسمت Y رو ما پروگرس در نظر میگیریم و کرییت چارت، و بعد از چند لحظه برای ما ساخته میشه. حالا من خودم میام معمولا این بر یه تغییراتی میدم، مثلا نمیخوام این لیبل باشه، اینو هاید میکنم. اینجا قسمت رنگ میام تغییرش میدم به این رنگ و همینطور بک‌گراندم از سفید به این رنگی تغییر میدم و شما هر تغییر دیگه هم که خواستین میتونید اینجا اعمال کنید. قسمت get embed link این گزینه رو میزنیم و کپی میکنیم. حالا میایم توی داشبورد خودمون که من مجددا رنگش رو تغییر دادم و رنگ در واقع خود بک‌گراند صفحه کردم که به این شکل در اومد. حالا میتونم بیام در آخر مجددا از کال اوت استفاده کنم و کل این چارت رو بیارم داخل این قسمت و مثلا اینجا بنویسم performance index و بولد کنم و همین کارم برای کلندر انجام بدم که به این صورت در اومد.